کردها کی هستند؟ طبق نوشته‌های باستانی اساطیری ایران و همینطور شاهنامه 2 برادر بودند به نام ارمایل و گرمایل. این 2 برادر دامدار توی زمان تاریک‌ترین دوره ایران شهر یعنی دوره ضحاک زندگی می‌کردند. ضحاکی که توسط خود شیطان نفرین شده بود و 2 مار روی شونه اون در اومده بود که اگر هر روز مغز 2 جوان رو به خورد این مارها نمیداد درد و عذاب وحشتناکی می‌کشید. ارمایل و گرمایل وقتی این حجم از کشتار و تاریکی رو توی ایران شهر می‌بینن فداکاری بزرگی می‌کنن. اونا به عنوان آشپزی ناشناس به کاخ ضحاک میرن و هر روز جای کشتن 2 جوان 1 جوان رو به ناچار میکشن و یکی دیگر رو به سمت غرب ایران فراری میدن. و برای اینکه ضحاک متوجه نشه مغز یک گوسفند رو با مغز اون انسان قاطی میکردن که گفته شده کردها از نژاد این 2 برادر بودن. ببینید فردوسی چقدر زیبا در موردشون توی شاهنامه نوشته. 2 پاکیزه از گوهر پادشاه، 2 مرد گرانمایه و پارسا. یکی نام ارمایل پاکدین، دگر نام گرمایل پیشبین. کنون کرد از آن تخمه دارد نژاد، که ز آباد ناید به دل برش یاد. پس آیین ضحاک وارین خوی، چنان بود که چون می بودش آرزو.